میراث 3 برادر. روزی بود و روزگاری پیرمردی 3 پسر داشت. در آخرین لحظات عمر 3 پسرش رو به حضور خواست. سپس به اونها گفت: تمام ثروت من بعد از من برای 1 پسرمه. پیرمرد این حرف رو زد و از دنیا رفت. گذشت. زمان تقسیم ثروت‌های پدر رسید. پسر بزرگتر گفت: کاملا مشخصه که من پسر بزرگتر هستم. پس ثروت پدر تمام و کمال برای منه. پسر دوم بسیار خشمگین شد. گفت: از کجا معلوم برای توه؟ پیرمرد من را از شماها بیشتر دوست داشت. تمام ثروت اون برای منه. پسر آخری بلافاصله گفت: من آخرین پسر پدرم بودم. پس مسلم و مشخصه که ثروت اون برای منه. بین اونها دعوای بسیار سختی شروع شد. اونها تصمیم گرفتن پیش عالم شهر برن. پیش هر عالمی میرفتن. اون عالم میگفت: ما نمیتونیم این وصیت رو اجرا کنیم چون دقیقاً مشخص نشده. در نهایت پیش عالم بزرگ شهر رفتن. اون جواب داد: پاسخ سؤال شما پیش من نیست. پیش فلان دانشمند در فلان شهره. هر 3 برادر وسایلشون رو جمع کردن و راه افتادن. به هر زحمتی بود به اون شهر رسیدن. داخل شهر شدن. تعدادی بچه و نوجوان رو دیدن. اونها مشغول بازی بودن. یکی از برادرها از پسری که سنش حدود 10-12 سال بود پرسید: آیا خانه فلان دانشمند رو میدونی کجاست پسر جان؟ پسر نوجوان مشغول بازی بود. اون بازی رو رها کرد و به 3 برادر گفت: بله، همراه من بیاید تا خانه اون رو نشونتون بدم. هر 3 برادر به دنبال اون پسر راه افتادن و رفتن. کمی جلوتر پیرمردی جلوی پسر راه رفت. ناگهان پسر گفت: ای مرد، پشت سر من راه بیا، نه جلو. اونها رفتن. ناگهان پسر گفت: اینجا خانه همون دانشمنده. سپس خودش در رو باز کرد. رفت داخل. پشت سر اون 3 برادر و بعد از اونها اون پیرمرد وارد شدن. 3 برادر نشستن و منتظر دانشمند شدن. کمی گذشت. اونها به پسر گفتن: پسر جان، مطمئنی خونه دانشمند اینجاست؟ ما مدتی نشستیم اما خبری از اون نشده. پسر به 3 برادر گفت: دانشمند روبروی شما نشسته. 3 برادر با تعجب پرسیدن: یعنی تو دانشمندی؟ پسر جواب داد: بله، من همون دانشمندم. سپس پسر به پیرمرد گفت: ای پیرمرد، من کمی تشنم. برام 1 لیوان آب بیار. یکی از اون 3 برادر گفت: چرا پیرمرد؟ من میرم. پسر بلافاصله گفت: شما حق ندارید از جاتون بلند شید. پدرم خودش میاره. برادر کوچک پرسید: ایشان پدر شماست؟ شما دانشمندید؟ پیش از آن که برسیم شما در مسیر آمدن جلوی ایشان رو گرفتید. پیرمرد بیچاره رو به پشت سر فرستادید. حالا هم از او طلب آب می کنید. آیا این کارها دلیلی داره؟ پسر نوجوان گفت: شما دلیل این کارهای من رو نمیدونید. برای همین زود قضاوت می کنید. از قدیم گفتند خوب نیست جلوی عالم و دانشمند راه رفتن. من خواستم پدرم با راه رفتن در پشت سر من دچار گناه و اشتباه نشه. حالا هم گفتم تشنه هستم و از اون خواستم برام آب بیاره، برای اینکه در دنیا بهترین پاداش ها و ثواب ها برای کسیه که گرفتاری رو نجات بده. من هم گرفتار تشنگی شدم. پدرم با آوردن آب برای من پاداش بسیاری کسب کرد. 3 برادر با تعجب به پسر نگاه می کردن. در این موقع پسر گفت: حالا کارتون رو بگید. اونا گفتن:
ما 3 برادر هستیم. پدرمون قبل از مرگ وصیت و سفارش کرد تمام ثروت و پولهای اون برای یکی از پسرهاشه، ولی اون حالا مشخص نکرده برای کدوم یک از ما. دانشمند به فکر فرو رفت. سپس پرسید: پدرتون رو دفن کردید؟ اونها گفتن بله. پسر گفت: بروید قبرش را بشکافید. سپس جنازه رو بیرون بیارید. اون رو آتش بزنید. سپس خاکستر اون رو برای من بیارید. من به شما پاسخ این مسئله رو میگم. هر 3 برادر اومدن. بنابر دستور و نظر دانشمند قبر پدر خودشون رو شکافتن. در این لحظه ناگهان پسر کوچکتر فریاد زد: اگر دست به جنازه پدر بزنید با شمشیر خود شما رو 2 نیم خواهم کرد. من از حق خود گذشتم. تمام ثروت و مال پدر برای شما 2 نفر. برادر بزرگتر و وسطی گفتن: پیشنهاد خوبیه. پس بریم به دانشمند بگیم ماجرا از این قراره. اونها اومدن و به دانشمند گفتن جریان از این قراره. پسر جوان کمی فکر کرد و گفت: تمام ثروت پدر برای برادر کوچکتره. منظور پدرتون اون بوده. شما میخواستید جنازه پدرتون رو آتش بزنید. برای همین شما از ارث و پول محرومید. بله، داستان زیبا و آموزنده‌ای بود. بریم سراغ شنیدن داستان زیبای بعدیمون به اسم